the governments of Tajikistan and Afghanistan. نواری از صحبت شاهزاده کریم آقاخان چهارم هنگام افتتاح پل در مرز تاجیکستان با افغانستان در سال 2011. باز کردن پل یکی از هزاران کار نیک بود که بنیاد زیر حمایت او در تاجیکستان انجام داده است. شاهزاده کریم آقاخان که 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت، پس از پاشخوری شوروی و در عین جنگ شهروندی در تاجیکستان بنیاد آقاخان را باز کرد. این بنیاد از کشورهای غربی مبلغ دریافت می‌کرد و آن را برای تامین خوراکواری مردم، ساختمان راه و پل، مکتب و بیمارستان و کشیدن خط آب نوشاکی در تاجیکستان صرف می‌کرد. با شرافت و کمک او بدخشان تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی عملاً از گرسنگی نجات یافت. در شرایطی که نهادهای دولتی فلج شده بودند، شبکه رشد آقاخان نقش اجتماعی دولت را در شرق کشور بر عهده گرفت. سالهای بعد این شبکه به دستگیری لایحه‌ها در ساحه معارف، تندرستی، مالیه خرد و غیره آغاز کرد. در طول 30 سال شبکه رشد آقاخان به اقتصاد تاجیکستان زیاده از $1 میلیارد سرمایه‌گذاری کرده است. شاهزاده کریم آقاخان چهارم 68 سال امام پیروان مذهب اسماعیلی در جهان بود. در تاجیکستان اکثر پیروان مذهب اسماعیلی در ولایت بدخشان زندگی می‌کنند. عموما در عرصه جوانی همه وقت وای از نه اینکه فقط از مذهب اسماعیلی بلکه از تمام اسلام وای همه وقت دفاع میکرد. مولانا حضور در بسیار جمامدهای با نفوذشان درباره ارشادهای هدایتهای بشردوستانه و آدم دوستانه و تربیت اخلاقی اسلام هموما اسلام بسیار چیزای میکردند. در ناآرامی های سال 2022 در ولایت بدخشان، شاهزاده کریم آقاخان پیروانش را بر رعایت آرامی دعوت کرد. در حادثه های آن سال در بدخشان بیش از 40 نفر کشته و بیش از 200 نفر بازداشت و زندانی شدند. بنیاد آقاخان در این باره هیچ اظهاراتی نداد. با این وجود برخورد حکومت تاجیکستان با این بنیاد تغییر یافت و فعالیت‌هایش را محدود کرد. برخی مالکیت این بنیاد مثل زمین دانشگاه، لیتسه و باغ مرکزی خاروق مصادره شدند. کریم آقاخان سال 1957 در سن 21 سالگی امامتی پیروان اسماعیلی در جهان را بر دوش گرفت. او از افراد با نفوذ جهان به شمار می رفت که بجز رهبری روحانی به تجارت نیز مشغول بود. جامعه جهانی اسماعیلیان به زودی امام نو را اعلان خواهند کرد.